امروز عرض حال خود را با ذات اقدس الهی می کنیم. حضرت مولانا متوکل جرمش چیست؟ استاد مبشر مسلم یار جرم اینها چیست؟ دیروز با یکی از عزیزان من صحبت کردم. استاد مبشر یک طفل داره، طفلش فقط در حدی رسیده که بابا میگه. حالا جرم اینها چیست؟ من از مسئولین حکومتی میخواهم غیر از دین دیگه چی جرم هست؟ چرا بالاخره به این مدتی که اینها را شما در قید اسارت انداختید چرا نگفتید جرم اینها چیست؟ دفاع از اسلام، دفاع از قرآن، از سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم به این کشور جرمه. خلق و پرچم حکومت میکنه، رقاصه و فاحشه آزاد میگرده، انسانهای ملحد دین فروش و وطن فروش امروز به سر قدرت هست. وارث پیامبر باید به زندان باشه؟ 3 روز قبل کسی برای من راپور میده که شما هر شب به نماز تراویح میایید، متوجه باشیم که به تعقیب شما هستن. من از مرگ نترسانم. و میخوام ایر بگم حکومت، نظام افغانستان، مسئولین، جرم مولانا متوکل چیست؟ جرم استاد مبشر چیست که هر شب وقت افطار طفل استاد مبشر دروازه خانه را نگاه میکنه که بابا کی میآید، بابا چی وقت دروازه خانه را در میزنه؟ خوشا به حال تو عالمی که به جرم دین به زندانی. ابو حنیفه در زندان رفت، امام احمد ابن حنبل به زندان رفت، بزرگان دین به زندان رفتن. خوشا به حال تو که افطار تو در داخل زندان هست. مسئولین حکومتی، رئیس جمهور، کسانی که در این قضیه دست دارید، بترسید از آه مظلومان، بترسید از آه اون طفل معصوم مسلم یار، بترسید از آه اون مظلومینی که مدتی در قید اسارت هستند و جرمشان غیر جرم دین چیز دیگری نیست. شهادت افتخار هست برای ما، زندان افتخار هست برای ما، قید اسارت افتخار هست برای ما. نکنید از این بیشتر، مردم داغدار نکنید. 19 روز از رمضان گذشته، شما مسئولین ظالم که شما سبب شدید که عالمان دین به زندان برن، 19 روزه شما میدانید در خانواده این علما چی میگذره؟ شما میدانید که زن و فرزند اینها چی میخوره؟ شما میدانید وضعیت این علما چگونه است؟ شما میدانید که چی ظلمی را مرتکب شده اید؟ شما میدانید که وارث پیامبر را به زندان انداخته اید؟ شما میدانید که اونهایی که صدای توحید و یکتاپرستی را بلند کردند، هر انسانی که به زندانی شدن علمای ربانی راضی باشه در ایمانش خلل هست. عزیزان من، امروز دعا میکنیم در حق علمایی که در قید اسارت هستند، خصوصا دعا میکنیم به مولانا متوکل، دعا میکنیم به استاد مبشر مسلم یار، دعا میکنیم به 10 عالمی که در زندان افتاده و صدای اونها را کسی نمیشنوه، ولی رب العالمین میشنوه، جبار میشنوه، او ذاتی که تخت و بخت فرعون و فرعونیان را به هم زد، الله میشنوه. روزی میآید که باز از شما ظالمین هم عرفان بشید. شما چرا مسئولین حکومتی متوجه نمیشوید؟ چرا این صدا و ندا را نمیشنوید؟
فلانی به فلان گروه ارتباط داشت، به فلان حزب ارتباط داشت. ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله گناه این دست از این دست پرسان نمی کنه. شما چرا بالاخره علما را به زندان می اندازید؟ وقتی ما بحث از حکومت میگیم، نظام میگیم، آیا نمی توانیم بالاخره در مقابل شما ایستاده بشیم؟ آیا این سکوت ما شما را گستاخ کرده؟ من برای رئیس جمهور میگم، برای اینهایی که تشنه قدرت هستند، اینهایی که به خاطر حب قدرت و چوکی دین خود را و اسلام خود را همه را بالاخره از بین بردن، برای اونها میگویم خشم ملت را بر نیاورید. خشم ملت خشم پروردگار عالم نکنید. من از مسئولین حکومت این خواهش دارم، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، علما را برگردانید به سوی منبر و محرابشان. علما را برگردانید به سوی خانه و خانوادهشان. علما را برگردانید به سوی او طفلکانی که در این شبها و روزها منتظر بابا هستند. خوشا به حال تو بابایی که به جرم دین اسیری، خوشا به حال تو کسی که به جرم دین تهدید میشی، خوشا به حال تو کسی که به جرم دین شکنجه میشی. در طی هفته گذشته ما شاهد یک عالم مهاجر بودیم که در این شهر جام شهادت نوشیده. آیا کسی هست پرسان بکنه؟ آیا کسی هست که این پیگیری بکنه؟ آیا کسی هست که از مظلومین و مستضعفین دفاع بکنه؟ من برای مسئولینی که با خدا و دیندارن در نظامم، ای کسی که تو مسلمانی و در این نظامی، ای کسی که درد دین داری، ای کسی که حب قرآن و اسلام در سینه توست، ملحدین و مجرمین و انسانهای مذبذب که الان علما را شهید میکنن و اسیر میکنن، تو کسی که دم از جهاد میزنی کجاست غیرت تو؟ تو کسی که دم از دینداری میزنی کجاست شجاعت تو؟ کجاست غیرت تو؟ کجاست اون همت تو که از گریبان رئیس جمهور بگیری، از عارف انبیا دفاع بکنی؟ پروردگارا، علما وارثین انبیا هستند، وارثین حبیب تو هستند، وارثین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پروردگارا به برکت ماه مبارک رمضان، به برکت صائمین ماه مبارک رمضان، به برکت این لبهای خشکیده، به برکت این شبهای قدر، پروردگارا علمای ربانی را از قید اسارت نجات بده. پروردگارا اونهایی که به جرم کلام تو، به جرم دعوت و تبلیغ کلام تو به زندان رفتن، پروردگار اونها را از قید اسارت نجات بده، از چنگال ظالمین نجات بده. پروردگار این دستا به طرف تو دراز است، به طرف غیر خود دراز نگردان. پروردگارا علمایی که در قید اسارت هستند، پروردگار اونها را صحیح و سالم با آغوش گرم خانوادهشان برسان. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك